بالاخره کراش هم پیشنهاد دیت داد، ولی خب آخه با این سر و وضع الان درستش میکنم. اول از این چسب بینی استفاده میکنم که همه جوشای سرسیاه هم کاملا تخلیه بشه. زنم ببینی و 1 ربع صبر میکنم تا خشک بشه. راستی از بین کامنت ها میخوام به یه نفر این پک لامبنا رو هدیه بدم. حالا چسبو میکنم و اینجا شکم درد داره، ولی خب واقعا هر چی جوش سرسیاه داشتم و کم. خب میرم سراغ میکاپ. باید این جوشا رو کاور کنم. از این کوشنای کره‌ای استفاده میکنم که هم سبکن هم کاورش نسبتا خوبه. از این هایلایتر گرفتم که کره‌ای میزنم به پشت چشمشون و یه شاین خیلی جذابی هم داره. از این خط چشم دو طرفای استامپی استفاده میکنم و یه ستاره خوشگلم میزنم واسه خودم. لیپ لامپر شکلم هم میزنم که خیلی جذاب و مزه شکلات میده. و اما اینم میزنم که وقتی دستمو گرفت ببینه چقدر دستم سفید و بلوری و نرم و لطیفه. حالا عالی شدم برای دیت با کراش. همه محصولایی که توی ویدیو استفاده کردم پیجش این پایینه.